وقتی صحبت از موشک‌های قاره پیما می‌شود، همه نگاه‌ها به سمت آمریکا، روسیه و چین می‌روند. کشورهایی که سالها انحصار این فناوری را در دست داشتند. اما امروز همه منتظرند که ایران چه چیزی را رونمایی می‌کند. در این ویدیو با یک نام جدید و قدرتمند در صنعت موشکی ایران آشنا می‌شویم. موشک قاره پیمای رستاخیز. خب به هر حال فعلا تا 2000 کیلومتر داریم کار می‌کنیم. به لحاظ فنی مشکلی ما نداریم، برای زیاده بود هیچ محدودیتی نداریم. موقعی که شما مثلا با ماهواره در مدار زمین قرار میدید و با هر وزن و هر ارتفاعی، طبیعیه که بس زمین به زمین هم مشکلی نداره. به لحاظ فنی ما مشکل نداره. قدرت موشکی ایران سالهاست که به عنوان ستون اصلی استراتژی دفاعی کشور شناخته می‌شود. در شرایطی که کشور با فشار تحریم‌ها، تهدیدهای مستقیم نظامی و حضور نیروهای خارجی در منطقه مواجه بوده، توسعه موشک‌های بالستیک به یک اولویت ملی تبدیل شده. ایران با این رویکرد توانست در برابر دشمنان یک معادله بازدارندگی واقعی ایجاد کند، معادله‌ای که مانع از تبدیل تهدیدها به جنگ واقعی شده. در این میان هر بار که ایران از یک دستاورد جدید در حوزه موشکی رونمایی کرده، نه تنها در داخل کشور موجی از غرور ملی ایجاد شده، بلکه در خارج از کشور نیز باعث نگرانی قدرت‌های بزرگ شده است. از شهاب گرفته تا قد، خرمشهر و سجیل هر کدام نماد دوره از پیشرفت بوده‌اند، اما امروز نامی تازه بر سر زبان‌ها افتاده است: موشک رستاخیز. رستاخیز تنها یک موشک نیست. این واژه در ذات خود معنای برخاستن دوباره، زنده شدن و قدرت نمایی دارد. انتخاب این نام برای یک موشک بالستیک قاره پیما تصادفی نیست، بلکه حامل پیامی روشن است. ایران دوباره برخاسته و آماده است معادلات جهانی را تغییر دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و خارجی، رستاخیز یک موشک بالستیک قاره پیماست که ابعاد و وزن آن نشان از یک دستاورد بسیار بزرگ دارد. طول این موشک حدود 14 متر و وزن آن نزدیک به 27 تن اعلام شده است. این ابعاد آن را در رده موشک‌های سنگین و استراتژیک قرار می‌دهد. موشک‌هایی که معمولاً نقش اصلی در بازدارندگی استراتژیک کشورها ایفا می‌کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته رستاخیز کلاهک دوگانه آن است. کلاهک نخست یک کلاهک انفجاری قدرتمند است که می‌تواند ضربات سنگینی به اهداف زمینی و دریایی وارد کند. اما آنچه این موشک را متمایز می‌سازد کلاهک دوم آن است، کلاهک الکترومغناطیسی یا EMP. این کلاهک در صورت انفجار در ارتفاع مشخص قادر است موج الکترومغناطیسی تولید کند که در محدوده تاشوی 80 کیلومتر مربع تمام تجهیزات الکترونیکی، راداری و ارتباطی دشمن را از کار بیاندازد. این یعنی حتی اگر دشمن دارای سامانه‌های دفاعی پیشرفته باشد، رستاخیز می‌تواند ابتدا آنها را فلج کند و سپس با کلاهک انفجاری ضربه نهایی را وارد آورد. چنین ترکیبی رستاخیز را به یک سلاح استراتژیک بی‌نظیر در منطقه تبدیل می‌کند. برای درک بهتر کلاهک EMP باید بررسی‌های بیشتری داشته باشیم. کلاهک الکترومغناطیسی EMP یکی از پیچیده‌ترین و خطرناکترین ابزارهای جنگی در جهان است. این نوع کلاهک به جای تخریب فیزیکی، سیستم‌های الکترونیکی و زیرساخت‌های حیاتی را نابود می‌کند. در دنیای امروز که تقریباً تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی وابسته به فناوری‌های دیجیتال و ارتباطی هستند، یک حمله EMP می‌تواند کشوری را در عرض چند ثانیه به دوران قبل از برق برگرداند. اهمیت EMP رستاخیز دقیقاً در همین جاست. دشمنانی مانند آمریکا و اسرائیل بخش عمده از توان نظامی خود را بر سامانه‌های الکترونیکی متمرکز کردند. به قول خودشون رادارهای پیشرفته، سیستم‌های دفاع موشکی چند لایه، هواپیماهای جنگنده مدرن و ناوهای عظیم همه متکی به فناوری‌های دیجیتال هستند. اما ایران با یک انفجار EMP تمامی ابزارها را بی استفاده خواهد کرد. رستاخیز با در اختیار داشتن چنین قابلیتی عملاً توانایی دارد تا حتی پیشرفته‌ترین ارتش‌های جهان را هم ناکارآمد کند. این ویژگی جایگاه ایران را در معادلات نظامی و امنیتی منطقه‌ای و جهانی نیز به طور چشمگیری تغییر می‌دهد. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و کانال عجایب نظامی رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. یکی از اصلی ترین سوال‌ها درباره رستاخیز میزان برد عملیاتی آن است.
منابع رسمی تاکنون برد دقیق این موشک را اعلام نکردند، اما با توجه به ابعاد، وزن و نوع معرفی آن میتوان حدس زد که رستاخیز در رده موشک‌های قاره‌پیما یا ICBM قرار دارد. اگر این فرض درست باشد، رستاخیز میتواند اهدافی را در فاصله چند هزار کیلومتری مورد اصابت قرار دهد. این یعنی نه تنها تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، بلکه حتی اهداف نیز فراتر از خاورمیانه در تیررس این موشک قرار دارند. طبق گفته‌های منابع خبری، توانایی هدفگیری زمینی و دریایی این موشک نیز از دیگر ویژگی‌های کلیدی آن است. این قابلیت باعث می‌شود که رستاخیز نه تنها تهدیدی برای پایگاه‌های زمینی دشمن باشد، بلکه بتواند ناوهای هواپیمابر و ناوگان دریایی آمریکا را نیز هدف قرار دهد. وقتی موشک رستاخیز ایران را در کنار موشک‌های استراتژیک آمریکا و روسیه قرار می‌دهیم، تفاوت‌ها روشن می‌شود. آمریکا دهه‌هاست موشک قاره‌پیمای مینتمن 3 را به عنوان ستون بازدارندگی خودش نگه داشته. این موشک برد بالایی دارد اما فاقد قابلیت EMP است. یعنی فقط میتواند هدف را نابود کند اما نمیتواند زیرساخت الکترونیکی دشمن را ناکارآمد کند، در حالی که رستاخیز هم نابود میکند و هم ناکارآمد. حالا موشک یارس روسیه یکی از پیشرفته‌ترین ICBM های دنیاست. میتواند چند کلاهک جدا شونده حمل کند اما باز هم قابلیت حمل الکترومغناطیسی ندارد. رستاخیز علاوه بر قدرت انفجاری با کلاهک EMP خود میتواند یک ارتش را کاملا نابود کند. گرچه منابع رسمی برد دقیق رستاخیز را اعلام نکردند، اما برخی گزارش‌ها از جمله سایت‌های ایرانی مثل ساید نیوز و شهرآرا نیوز آن را در دسته موشک‌های برد بلند یا حتی قاره‌پیمای ICBM قرار دادند. اگر این موشک واقعاً بیش از 3500 کیلومتر برد داشته باشد، وارد کلاس قاره‌پیمای واقعی می‌شود، موضوعی که تاکنون در نمونه‌های موشکی ایران بسیار نادر بوده است. همچنین نکته جالب اینه که موشک رستاخیز در رسانه‌های داخلی با استقبال گسترده روبرو شد. تیترایی چون رستاخیز کابوس دشمنان و غولی جدید در آسمان ایران بارها تکرار شد. در رسانه‌های خارجی نیز این خبر بازتابی گسترده داشت. برخی آن را یک دستاورد واقعی دانستند و برخی دیگر آن را بیشتر تبلیغاتی عنوان کردند. اما نکته مهم اینجاست، حتی اگر دشمنان بخوان توان واقعی رستاخیز را زیر سوال ببرند، نفس وجود چنین موشک کافی است تا بازدارندگی روانی ایجاد شود. گاهی ترس از قدرت از خود قدرت هم کارآمدتر است. موقع زیادی بوده که ما خدمتشون رسیدیم، گفته با همین دست فرمون برید جلو. همین دست فرمونی که دارید میدید خوبه، همینو برید جلو. یا مثلا مواردی بوده من سوال کردم از آقا از هوافضا راضی هستید؟ آقا فهمیدی که از کل سپاه من راضیم. جا به جاش با هم فرق داره. از نیروی هوافضا خیلی راضیه. اینا خیلی شیرین بوده، خاطرات شیرینی بوده برای ما که بالاخره رضایت از. به نظر شما آیا موشک رستاخیز واقعیه و آیا چه زمان رونمایی می شود؟ حتما نظرهایتان را در بخش کامنت ها بنویسید.